آلبر کامو، نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار فرانسوی در سال 1913 در الجزایر تحت سلطه فرانسه متولد شد. او بنیانگذار مکتب فلسفی ابزوردیسم بود. کامو همچنین خالق رمان‌های بیگانه، سقوط، طاعون، آدم اول و مرگ خوش است. کامو در سال 1957 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. یکی از تأثیرگذارترین نوشته‌های او افسانه سیزیف است که در آن مردی تخت سنگی را به بالای کوه می‌برد و سنگ به پایین می‌غلتد و سیزیف باید دوباره این کار را انجام دهد. کامو می‌گوید باید تصور کنیم سیزیف خوشحال است. یعنی حتی توی تکرارها و سختی‌های بی‌پایان زندگی باز هم میشه راهی برای خوشبختی پیدا کرد. این فقط نگاهی کوتاه به فلسفه ابزورد کامو بود. برای آشنایی بیشتر با افکار و فلسفه کامو ویدئوی بلند رو ببین.